الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى الأبد. اما بعد، السلام علیکم برادران اهل اسلام. روز شریف جمعه را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار ما و شما را از جمیع فتنه و بلوا و آشوبها در پناه امن خویش محفوظ داشته و در راه صراط المستقیم که الحمدلله اختیار نموده ایم همیشه قایم و استوار مان دارد. آمین. خب یادتان که باشد، اگر یک حدیثی طویلی که از ابی ذر غفاری رضی الله عنه روایت شده است، همون را با شرح توضیحات چون به سمع شما می رساندیم. الحمدلله جمعه چهارم است. خب هفته گذشته ما درباره خلق حسن، اخلاق حمیده ای که زینت مؤمن است با شما صحبت داشتیم که وقتی که ابو ذر غفاری رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد: یا رسول الله، ای المؤمنین افضل؟ ای پیغمبر خدا، گفت کدام مؤمنان از همه بهتر هستند؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب ارشاد فرمودند: احسنهم خلقا، یعنی که بهترین مؤمنان آنهایی هستند که خلقی از همه بهتر دارند، اخلاقی پسندیده دارند. و در اطراف این موضوع صحبت داشتیم. بعدا حضرت ابو ذر غفاری سوال کرد: یا رسول الله، فای المسلمین اسلم؟ گفت ای پیغمبر خدا، کدام مسلمانا در ایمان از همه سالمتر است؟ کدام مسلمانا از همه بهتر است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود: من سلم الناس من لسانه و یده. بهترین مسلمانان آن است که مسلمان‌های دیگر، مردم‌های دیگر از زبان و از دست او آزار نیابند. سالمترین مسلمانان از روی ایمان و اسلام آن است که با دست و با زبان دیگران را آزار ندهد به مورد. ببینید سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ که هم باید شخص دستی خود نگه دارد که مبادا باعث آزاری کسی نشود، به سر کسی مشت نبردارد، و هم زبان خود نگه دارد از طعن ملالت برادر مؤمن و برادر مسلمان. امام طبرانی در معجم کبیر با اسناد حسن از اسود ابن اسرم صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند که حضرت فرمود: قلت یا رسول الله اوصینی. میگه با پیغمبر مراجعت کردم که ای پیغمبر خدا، مرا چیزی وصیت کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: تملک یدک. وصیت میخواهی؟ دست خودت باید نگه داری، دست نگه بدار که کسی از دست تو آزار نبیند. باز سوالش کرد اسود که یا رسول الله، فماذا املک اذا لم املک یدی؟ اگر گفت فرزند دستی خود من نگاه داشته نتونستم، از عهده ای کار نبرومدم، باز چی وصیت میکنی یا رسول الله که چی را دیگه نگه دارم؟ حضرت فرمود: تملک لسانک. زبان تا گفت نگه میداری، باید زبان تا نگه بداری، باید غیبت دیگر را نکنی، دشنام و حقارت دیگر را به خود روا نداری. میگه با سوالش کردم: فماذا املک اذا لم املک لسانی؟ اگر بالفرضی میگه گفتم که زبان من نگه داشته نتونستم چیکار کنم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: لا تبسط یدک الا الى خیر ولا تقل بلسانک الا معروفا. گفت نفس تا نگه دار، هرگز دست باز نکن، کشاده نکن مگر برای کار خیر. فقط به خاطر کار خیر دست خود باز کن. برای سلام دادن
برادری مسلمان، برای یک مسلمان در آغوش کشیدن، برای یک موی سفید مسلمان کمک کردن بارش به جای بردن، برای خیر مقدم کردن برادرای مسلمان، برای خدمت مسلمانان دست بکشا، برای خیرات و احسانات. ولا تقل بلسانک الا معروفا، و با زبانت فقط اگر سخن گفتنی باشی، یعنی که خاموش ایستاده نتونی، پس سخن معروف بگو، کار خیر بگو، مردم به کار خیر دلالت کن. باید از زبان تو ذکر برآید، یک سخن نیک برآید که باعث منفعت مردم باشد. حدیث امام طبرانی به اسناد حسن و نیز امام بیهقی در شعب الایمان خود روایت کرده است. در صحیح بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد، پس باید سخن خیر گوید، سخن نیک گوید یا خاموش ایستد. اگر سخن نیک گفته نمیتونی، بهترش خاموش باش، صداتو بلند نکن. ببینید، هر کسی ایمان به خدا و روز آخرت دارد، یا سخن نیک گوید یا خاموش ایستد. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. و حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: هر کس ایمان به خدا و به روز آخرت دارد، هر کس دعوای مسلمانی و مؤمنی دارد، پس باید که همسایه خود را آزار ندهد، همسایه را به هیچ وجه آزار ندهد که این از اسلام نیست. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. و هر کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد، باید مهمان خود محترم دارد، احترام مهمان به جا بیارد. ببینه سه صفتی مسلمان واقعی را پیغمبر بیان کرده است. اول از همه گفت آنه که یا سخن خیر نگوید یا خاموش ایستد. زیرا بسیاری بلا و آفت‌هایی که به سر همین مردم میآید، یا از زبانشون میشود یا از فرج. همین دو چیزی است که انسان شرمنده میکنن، و همین دو چیزی است که انسان میتونن که مرتبه و منزله چه بالا کنن. نقل میکنن که یک زمان لقمان حکیم غلام بوده است. یک روز هم خوجاینش امر میکنه که یک گوسپند بکش و بهترین عضو بدنش پیش من بیار. حضرت لقمان یک گوسپند میکشه و دل و زبانش پاره کرده میگیره، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاره. بعدا میگه که یک گوسپند دیگر بکش و بدترین اعضاش نزد من بیار، جای از همه بدترین شه. حضرت با یک گوسپند میکشه و باز هم دل و زبان گرفته میاره نزد صاحبش. میگه وا عجبایی چی کار است که تو میکنی؟ بهترین هم گفتم همین را آوردی، بدترین هم گفتم همین را میاری، چی حکمت است در این کاری تو؟ لقمان گفت هیچ چیز بهتر و خوبتر از دل و زبان است در صورتی که پاک باشند، و هیچ چیز بدتر و نجیستر از دل و زبان است در صورتی که ناپاک باشند. پس یا باید زبانمون نگه بداریم، یا وقتی که سخن میگیم سخنی نگوییم، سخنی گوییم که به منفعت مردم باشد، به منفعت مسلمانان باشد. از حضرت انس ابن مالک امام احمد به اسناد حسن روایت کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. هیچ وقت ایمان بنده مستقیم نمی شود، قایم نمی شود تا اینکه قلب او مستقیم نگردد. ایمان وابسته به قلبه، تا اینکه دلت مستقیم نباشه هیچ وقت ایمانت استوار نمی گرده. بعضی شخصایی که اهل مسجد هستن، همسایه هاشو روایت بکنن، هم نشیناشو میگن همه بروز قیامت باور نداره. نعوذ بالله.
لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. هیچ وقت ایمان بنده مستقیم نمی شود، قایم نمی شود تا اینکه قلب او مستقیم نگردد. ایمان وابسته به قلب، تا اینکه دلت مستقیم نباشه هیچ وقت ایمانت استوار نمی گرده. بعضی شخصایی که اهل مسجد هستن همسایه‌هاشو روایت بکنن، همنشیناشو میگن همه بر روز قیامت باور نداره. نعوذ بالله. ببینید دعوای مسلمانی میکنه، نماز میخونه، اهل مسجد است، آخه شخصی که به قیامت باور نکردن او طرف ایستاد، اگر شک و شبهه داشته باشد او مسلمان نیست. پس معلومه گرده که در دلش شک است، در دلش ناباوری و کفر است. مادام که دلش مستقیم نیست ایمانش مستقیم نیست، ایمانش مردوده. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. و تا وقتی که زبانش راست نشوه دلش هرگز راست نمیشوه. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن المسلمون بوائقه. و مسلمان، مرد مسلمان هیچ وقت داخل جنت نمی شود تا زمانی که مسلمانان از آزار او امین نباشند، از رنج او امین نباشند. همین مردمی که مردم آزار هستند به سر مردم جبر ظلم بیارن، این بدبختا هم در دنیا خور و ذلیل هستند، هم فردا روز قیامت. زیرا که خدا این طایفه را دوست نمی‌داره. خداوند بر خود ظلم حرام کرده است، پس برای تمام مردم ظلم حرام کرده است. خداوند روا نمی‌داره که کسی بالا یک بنده او ظلم روا ببینه. چی جای بنده؟ اگر ظلم نسبت یک حیوان روا ببینی باعث غضب خدا می‌شود و چی رسد مثلا به یک بنده خدا، بازم او یک مسلمان اگر باشد. از همین خاطر بسیار بسیار باید احتیاطکار باشیم در مناسبت و معامله با برادرای مسلمان ما. امام مسلم روایت کرده است، حدیث قدسی است از ابی ذر غفاری از محمد صلی الله علیه و سلم فیما روى عن ربه تبارک و تعالی، یعنی در اون روایت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگار متعالش میگه بیان ساخته است. حدیث امام مسلم است که خداوند به بنده هاش مراجعت میکنه، میگه یا عبادی اینی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم بر خود حرام گرداندم. این الله لا یظلم مثقال ذره. خداوند مقدار یک ذره حتی ظلم نمیکنه، با کسی ظلم روا نمیبینه. خداوند میگه من بر نفس خود ظلم کردن حرام گردوندم و همین ظلم بین شما مسلمانان حرام حکم کردگیم. پس ظلم به هم دیگر روا نداره، ظالم نباشه. شیخ سعدی را ببینه چی میگه، من آن مورم که بر پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. من همون مورچه‌ای هستم میگه که مردم به پاهاش ظالما میمالنم، مثل زنبور نیستم که از نیش مردم داد و فغان کنم. کجا آن منت را شکر گزارم که زوری مردم آزاری ندارم. از این کجا آن نعمت را شکر گویم که زوری مردم آزاری ندارم. این نعمت چخیل میگه من شکرگزاری کنم که پروردگار قوتی مردم آزاریم نداده است و در ردیف مردم آزار مرا قرار نداده است. یا عبادی کلکم ضالون الا من هدیته فاستهدونی اهدیکم. ای بندگان من، میگه خداوند، شما همه گمراه هستید مگر شخصایی که من هدایت شو کردم. کسی را که من هدایت کردم راه حقیقت دریافته است، دیگر همه گمراهه. فاستهدونی، پس از من طلب هدایت کنید تا من شما را هدایت کنم، تا من شما را به منزل مقصود رسانم. یا عبادی کلکم جایع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. ای بندگان من، میگه خدای بزرگ، کل شما گرسنه هستید
کی از مادرش به لباس تولد می شود؟ همه از مادر لچ برهنه اوریان گریان تولد می شوند. شما همه لچ برهنه هسته مگر شخصایی که من لباسش پوشاندم. این لباسایی که هست همه مال و متاع من هستند، همه نعمتی من هستند که به شما رساندم. پس شما از مردم او را طلب نکنید، از من طلب کنید تا من شما را لباس پوشانم. هم با لباس ظاهری مزین تو کنم، هم با لباس باطنی که عبارت از علم است، از ایمان است، از دانش است، از ادب است. یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. این خدای مهربانه ببین، میگه ای بندگانی من، آخی من میدونم که شما شب و روز گناه میکنه، شب و روز در خطا هسته، هر عملی که میکنید مال از خطا و گناه هست و من او ذات هستم که مغفرت کننده گناه ها هستم، گناه های بنده ها من میبخشم. پس شما از من طلب استغفار کنه تا من گناهتون رو ببخشم، تا خطی عوف بالای معصیت رو بکشم. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای بندگانی من میگه شما قدرت نداره که به من یگان ضرر برسونه که من از ضرر شما خوف داشته باشم. شما قدرت نداره که برای من یگان منفعت بیاره که من مثلا آرزو کنم که شما به من منفعت برسونه. این عبادتی که میکنه برای خودتون میکنه، برای خلاصی جان خودتون میکنه. این پروردگار صمد مستغنی از تمام عبادتهای ما و شماست. هر چی که میکنه برای جان خودتون میکنه. میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى رجل كانوا على اتقى قلب من رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ای بندگان غافل من میگه اگر قلب همه شما مثل قلب پاکترین بندگان من شود، مثل قلب متقی ترین بندگان من شود، در ملک من از این پاک دامنی شما یگان چیز زیاده نمی شود. ملک من ابدی است، همیشگی است. شما به من هیچ فایده نمی رسونه، مقدار یک موی فایده نمی رسونه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ای بندگان غافل من میگه خداوند اگر قلب همه شما مثل قلب بدترین بندگان من شود، مثل قلب پسترین رذیلترین بنده های من شود، شما به من یگان زیان رسونده نمیتونه. از ملک من چیز ناقص نمی شود. هر ظلمی که میکنه بر جان خود میکنه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا على صعید واحد فسألونی فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بندگانی در خواب رفته، خداوند این مراجعت خدا است. ای بندگانی من میگه اگر تمام شما از زمان آدم علیه السلام تا آخران انسانی که قبل از وقوع قیامت جان به جان آفرین تسلیم میکند همه در بالای یک تل جمع شوید، همه دستی دعا به سوی من برید و از من طلب کنید مرادی هر یکی شما را برارم، طلب کردگیاتون بتوام، از ملک من هیچی کم نمیشود. همه قدر کم میشود که تصور کنه که سوزن در درون بحر باندازی. آیا با دختن سوزن در درون بحر از بحر چیزی کم میشود؟ نه قسم به خدا، هیچی از من کم نمیشود. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم